этих замечательных призов. ассалому алайкум, ядагони гироми. Инак дар Арабистони Саудӣ имшаб шаби UFC хоҳад буд ки дар он ду нафар размикорони тоҷикистонӣ иштирок мекунанд, ин Муҳаммадҷон Наимов ва ҳамчунин Муин Ғафуров. бори аввал корманди телевизиони варзиш дар чунин мусобиқа ширкат меварзад ва аз он ҷо аллакай шумо гузоришҳои Мурод Тешаевро тавассути шабакаҳои иҷтимоии Тоҷикистон дида истодаед. хуб Мурод, шумо дар Арабистони Саудӣ ҳастед ва ҳоло чӣ навигарӣ ҳаст? имрӯз вазъкашӣ буд. تشکر زیاد استاد علاءالدین بوریف. در اصل بار اول است که شهر ریاض عربستان سعودی مکان یا میزبان نبردهای لیگ یو اف سی برگزار میگردد و این شهر علاقه قبول دانه گرفته است و باعث افتخار است که در این لیگ در همین یو اف سی فایت نایت میگویند علاقه دو رزمیکار ما با نبردها با برنامه یا با همین برنامه رقابت ها شامل گردیده است. این هم باشد ورزشکاران محبوب ما موین غفورов و محمد نعیمов هستند که علاقه آنها نیز در همین مهمانخانه که ما حضور داریم در همین جا است و لحظه پیش یعنی این مراسم فیس تو فیس میگن رو با رو برگزار گردید و آنها رقیبان خود را از پیش دیدند و دیرشون یک مرحله مشکل بود چون که آنها از خود وزن میبردند و این مرحله خیلی مشکل بود ولی با سپاره شد و حالا باور دارم که هم موین هم محمد برای نبرد آماده هستند. خب یعنی مشکلی نبود. گوش میکنم شما رو. خب بید طبع این رزمکاران ما چگونه است؟ ما خیلی خوب بدونیم که محمدجان نعیمов توانست که در یک قدم های اولینش در 3 نبرد پیش از مهلت غلبه کند. حتی در وکوری آخرینش ما دیدیم که در 44 ثانیه حریف رو با مغلوبیت دچار کرد، یعنی زخم برداشت و از این دادن وکوری. این نوبت چی مقصد دارد محمد جان؟ بله، در اصل یگانه ورزشکاری که از جمهوری تاجیکستان در تاریخ لیگ یو اف سی 3 برد دارد این محمدجان نعیمов است. در اصل این نوبت محمدجان نعیمов سراول رقیب دیگه برای داده بودند و یک باره این رزمیکاری که ارمیان تبار بود و امریکا رو معرفی میکرد و او چند روز پیش از نبرد دست کشید و اعلان کرد که من پای عملیات برداشته است و لیگا با قرار اومد که مخلصان هم بسیار از این حالت نگران بودند و خوشبختانه دوباره لیگا اعلان کرد که برای محمدجان نعیمов رقیب نو پیدا کردن. این هم باشد نوکار است در لیگ یو اف سی ولی رکورد 12 بر 1 رو نشان میدن. این البته فیلیپ لیما است، برزیل را معرفی میکند و بسیار جوانی کاردان است و باید ما فراموش نکنیم که وقتی که چون محمد نعیمов خود با لیگ آمد بود و همین یو اف سی با همین شکلی که رقیب آمد بود با همین شکل آمد و رقیب بسیار میخواهد که این نوبت خوب برآمد کند. چی قدرت و توانایی که دارد این شانس را استفاده میبرد ولی من باور دارم که محمد نعیمov با تجربه خویش میتواند که بر مقابل رقیب نبرد شایسته نشان دهد. یعنی شما گفتنی هستید که فیلیپ لیما یا خود فیلیپ لیما این قدرتمند هم هست؟ در اصل و جوان است رکوردی 12 بر 1 است، فقط یک باخت دارد، دیگر همه دیدارهای خود را با پیروزی جنبست کرده است. ما میدونیم که مکتب برزیلیا خیلی پرقدرت است، چی راستا چی زمین اونها خوب کار میکنن ولی ما هم طوفان است. من باور دارم که محمد که نوکک در اساتیا مکتب گوشتینش رو خوب کرد ولی راستا مکتب تایکواندو همون چون شما میدونید که مکتب تایکواندو آی تی اف برای خوب مشق داده است، هم کیک باکسینگ. دوستان گرامی، در حقیقت محمد نعیمov از روی سن سال از فیلیپ کمی بزرگتر است، 22 ساله است. فیلیپ باشد همگی 26 ساله. خب از روی قد محمد جان خیلی بلندتر است، 1 متر 75 سانتی متر، حریفش 1.68 و طور خوب ما میدونیم در نکاوت ها برتری بر جانب نعیمov است، چون ما میدونیم که الکی 3 غلبه پای در پای دارد، با غلبه انجام یافته است. در این برابر در یو اف سی حریف او فیلیپ لیما یگان وکوری نداشت. باز چیز دیگر رو هم اینجا گفتن لازم است که در سابمیشن 2 غلبه دارد ورزشکار ما ولی حریف در این برابر چنین نتیجه رو هم دارو هست. طور شما گفتید از 12
پیروزی دارد و یک باخت. نتیجه باشد 11-2 باخت. خب غلبه دیگری که در اینجا معرفی می شود، اینجا غلبه پای در پای، 6 غلبه پای در پای نایموف دارد و 12 غلبه پای در پای این ورزشکاری برزیلیایی فیلیپ لیما. و من میخواستم درباره حریف موین غفورов هم چند سخن گفته باشید. کیون هو کان از کره جنوبی، این یک ورزشکاری سالدیده است. بله، تشکر زیاد اکل. شما درست گفتید. رقیب موین این رسمی کار است که کره را معرفی میکند. اگر تجربه رقیب کیونگ کو یعنی رقیب موین رو در نظر داشته باشید، بسیار هم زیاد است. سالی که 2013 هم بود که موین غفورov جوانترین رسمی یعنی همون ورزشکار ما بود که عنوان قهرمان جهان سامبو محاربه‌ای رو در شهر مسکو روسیه به دست آورده بود. عنوان همگی 17 سال داشت. همون سال رقیب یوک کونگ کیون کیولو بر مقابل می برآید. همون سال یعنی 2013 هم سال شهرنامه بست با لیگ یو اف سی، یعنی تجربه خیلی زیاد دارد. اما هرچند که بردباری برای کمتر است ولی تجربه زیادی این کریاگی خیلی زیاد است، ولی برای موین شانس اخیران است. باید موین در این نبرد خوب رقابت کنه، چون میدونیم که موین در رقابت‌های پیش خود در یو اف سی اونقدر ندرخشیده بود و شانس اخیران رو برای موین دادن که باید هرچی که بود موین در دیدار نوبتی خش باید غلبه به دست بیاره تا اینکه شهرنامه نوبتی موین با این لیگ بسته شود. در حقیقت خیلی درست گفتید. ما البته امید داریم که هر دوی رزمکاران ما به پیروزی نائل میشوند، چون که از روی پیشگویی هایی که توسط رسانه‌های اجتماعی نشر می شود، همه رسانه‌ها میگویند که با یک آواز هم موین غلبه میکند و هم نایموف. حریف موین غفورov 36 ساله است. خوب ما میدونیم که موین غفورov همگی 28 سال دارد. خوب وزنشون هم 61 کیلوگرم برابر. از نگاه قد موین بلندتر است، 1 متر و 76 سانتی متر، حالا که حریف 1 متر و 70 سانتی متر است. و از طرف دیگر ببینید که در غلبه ها، در 18 غلبه که حریف دارد، کیون در 17 توی اون پیش از مولر غلبه به دست آورده است. این نشان دهنده در دست ورزشکاری ما اینطور است که 19 غلبه است، 14 توی اون پیش از مولت است. یعنی این برتری هایی هستند که در یو اف سی بسیار هم ارزش کلان دارند. همینطور بله، درست قید کردید. این بسیار ارزش های بلند دارد، ولی باید فراموش نکنیم که رقیب سن و سال علاقه بالا است. هرچند که موین در مقابل او باید مبارزه خوب دارد، چون که یک سن و سالی که حالا موین دارد در اینجا برای خیلی امکانیت پذیر است که اونها مبارزه خوب برند. رقیب که 35 بالا است، از این خاطر برای موین لازم است که و باور داریم که موین همین نوبت بسیار یک رقابت، یک تیاری خوب دیده است در امریکا. تشکر زیاد. شما با اونها صحبت هم داشتید. میخواستم اگر امکانات باشد صحبت های اونها پیشنهادی ما شود، ما هم یک جای با تماشاگرانی که این لحظه شما رو میبینند و صحبت ما رو میبینند تماشا کنند. چی صحبت های داشتید؟ من روزی که به شهر ریاض عربستان سعودی حضور آوردم، در حال با محمد نعیموف صحبت یا مصاحبه انجام دادیم. در اونجا محمد گفتن که من مکتب گشتین رو گذاشتم، مکتب راستا یا کیک باکسینگ رو هم خود گذاشتم و اکنون آماده هستم که برای نبرد ترتیبات مبارزه برم. هر باری که من پایان فرموده استم ایما اینترویو گرفته استن. در اینترویو یک گپ رفته است به نهایت امی دیلی مرا موتیواسیا مرا دهچند زیاد گردونده است. هر کس پرسیده که روبرت ویتاکر را صورت میگیرند، اکرم الیاسکرف یا که دیگر را در تگ همه صورتها در یو اف سی، در یو اف سی راشه فقط محمد نعیموف، موین غفورov مثال بسیاری چیز. تشکر زیاد برای همه شما باردار عزیز. علای مهربان کنند که شما ما را خرسند کردین. علای مهربان هم فکر کنند که ما شما را خرسند کنم. در آخر خداوند مهربان دست بالا بگردانه. انشاءالله هر چیزی که در تقدیر نصیبمون هست همون چیز میشه. انشاءالله ما تمام حرکت هم میکنم برای شاد گرداندن اول خدم و پدرم، بعد شاد گرداندن تمام مخلصان توجیه. یکم السلام علیکم همه باردارایی که
میبینن و تماشا میکنن، دستگیری میکنن. تئوری خیلی خوب بود الحمدلله. شگونه اختا حاضر هم خوب رفته سه. در این دفعه خیلی حرکت سخت میکنیم که دست بالا شویم. تشکر زیاد. شما حتما با رزمیکاران ما، با ورزشگران ما بگویید که امروز در تاجیکستان با امید ما نگاه میکنیم که حتما هر دوی اینها به پیروزی نایی نشن و باز شرف تاجیکستان رو بالا میبردن. خب با زبان تاجیکی سخن گفتن آنها در همون صحنه های بازی یا در افتگان این خودش یک شهرت وطن ما رو بالا میکند. بالا برداشتن پرچم و با کتف آوردن آن هم شهرت افزا میکند تاجیکستان رو و هم ما با آنها امید میخواهیم و اقبال خوب که در همین مسابقه ها پیروزی به دست آورند. در اصل همه مردم انتظار است، هزاران هزار نفر هم مردم تاجیک هم اون نفرانی که بیرون از تاجیکستان هستند دائما پیوست میشن با هم میبینن که این نبردها چگونه میشن، چگونه برگزار میشن، چگونه آماده هستند. مو این شانسی که برای ما این است، برای محمد که امید دارند، ولی این همه ورزش است، پیشگویی کردن کار مشکل است، ولی مهم است که آنها شوق و رغبت دارند و وعده کردن که ما هرچی هنری که داریم، یعنی قدرت و توانایی داریم، در 8 کنجا نشون میدیم. این ورزش است. تشکر به شما که وقت خود رو دریغ نداشتید، با ما در تماس شدید. ما هم از پی شما باز میرویم، باز چندین مرتبه دیگر با هم صحبت بکنیم و از آمادگی و از روحیه این بچه ها پرسو بشیم، زیرا چیزی از همه بزرگترین این با یک روحیه بولیده بلند به میدان آمدن است. تشکر زیاد که ما رو دعوت کردید. تشکر با شما و همه مخلصان تاجیک در شام 22 تماشای با فراغت تمنا دارم که باید صدای ما چون همیشگی بالا باشد. تاجیکستان اپیش سلامت باشید، سلامت باشید. خیلی خوب دوستان گرامی، دیدید مرود تشریف بود که از عربستان سعودی با ما یک صحبت خوبی انجام داد و ما از علاقه آمادگی این پهلوانی تاجیکستان که در آنجا شرف ما رو حمایت میکنند و 2 نفر هستند، ما با آنها هم مخلصی میکنیم. همین طریق محمد نعیموف با فیلیپ لیما از برزیلیا و همچنین موین غفوروف با کیون ها کن از کره جنوبی با افتگان طوری که گفتید یا 8 کنجایی که گفتید وارد میشوند و ما برای سبک و اسلوبی خاصی آنها و با ضربه های خیلی خوبشون کف میکوبیم و آنها رو دستگیری میکنیم و دست دومی برداریم که شرف Таджикистан رو باز هم بالا بردارن. تشکر زیاد. Формула 55 объявляет о запуске прогноза на Евро 2024. Теперь вы можете бесплатно сделать прогноз на правильное распределение турнирной таблицы и выиграть потрясающие призы. 5 смартфонов Redmi Note 13 Pro. 3 консоли PlayStation 5. 5 подарочных карт на сумму 7555 самани. 5 подарочных карт на сумму 10555 самани. И наш главный приз – электромобиль BYD Song L. Не упустите свой шанс стать обладателем этих замечательных призов.